کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان با استناد به معلومات اگنتی هواشناسی خبر می‌دهد که روزهای سوم پنجم ایول سال 2023 بر اثر باد شدیدی که از سمت جنوب و غرب با سرعت 18 متر ثانیه می‌وزد در قلمرو ولایت ختلان و ناحیه‌های تابع جمهوری هوای پرچنگ و خاک در نظر داشته شده است. همچنین روزهای سوم پنجم ایول در یک قطار ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان هواشناسان آمدن سیل‌ها را بر اثر آب شدن پیریخ‌ها پیشگویی می‌کنند. در ناحیه‌های جداگانه کوهی ولایت سوغد نیز آمدن سیل‌ها احتمال دارد. در این ارتباط کمیته ولایت‌های فوق‌العاده از اهالی خواهش می‌کند بهتر به کسان گرفتار بیماری‌های دل، دیابت قند و هیپرتنی توجه کنند. رانندگان و دزداران سیاحی و گردشگران باید در این گونه روزها سرعت حرکت، تکنیک بی‌خطری حرکت در راه‌های کوهی را رعایت نمایند. رعایت فاصله بین ماشین‌ها خیلی مهم است چون احتمال ریزش سنگ از کوه‌ها نیز زیاد است.